خب توی ویدیو قبلی دیدیم که چجوری میتونیم یک مخزن گیت بسازیم و فایلا یه مثلا وضعیت اون گیت رو هم بررسی کنیم. خب الان میخوایم چیکار کنیم؟ الان میخوایم بیایم ببینیم که چجوری میتونیم اگه یک فایلی ساخته شد اون رو اد کنیم و کامیت کنیم. خب الان من یه ایندکس HTML ساختم و همونطور که شما میتونید ببینید، خب فکر کنم قطع شد صدام یه لحظه. الان همونطور که میبینید یه ایندکس HTML هست ولی آن ترکته و هنوز اد نشده. و الان چیکار کنیم؟ ما اگه یه گیت، خب فارسی گیت اد بزنیم، خب اتفاق نمیفته چون بعد یه مسیری هم بهش بدیم. پس میدیم گیت اد نقطه یا نقطه اسلش، فرق نمیکنه، این دوتا بدید همین دیرکتوری اصلی پوش گیت اد شد. الان من گیت استاتوس میزنم، میبینید که هنوز کامیتی باز وجود نداره ولی الان یه نیو فایل که index.html ثبت شد و آن استیج و هنوز استیج نشده و به مرحله استیج نرفته. خب چی کار میکنیم؟ میگیم git commit. خب waiting خب ولی من میخوام یه مسیجی بهش بدم. خب میدیم git commit -m که مسیج رو میاره و یه دونه دابل کوتیشن باز میکنیم توش بنویسیم مثلا میزنیم first commit. الان چی دارد؟ first commit one file changed, save deletions, save insertions, create mode ده 10644 index HTML. من git status اگر بزنم status میاره on branch master nothing to commit working tree clean. الان هیچی باز تو بر کامیت نیست دیگه چون کامیت شد. من دوباره گیت کامیت بزنم ببینید که باز هیچی نمیاره چون هیچی وجود نداره که بخواد بیاره. الان من دوباره گیت اگر اد دات رو بزنم و گیت استاتوس رو دوباره بزنم ببینید که باز هیچی نمیاره چون این ایندکس HTML اد شده. الان من ایندکس HTML رو دیگه حوصله الان HTML نمیخوام یاد بدیم، برای من سریع رو با نوتپد که نمیاره پس با همون VS کد باز میکنم 4 تا چرت و پرت توش مینویسم. میگم مثلا چی بدونم، مثلا یه H1 میسازم، یه نه H1 سریع میسازم توش مینویسم coming soon. همینیم که اون اول تو خود VS کد سینک شد و تو خود VS کد چون VS کد سینکه با گیت و اینجا میبینید که مودیفایده. خب الان من میبندم دوباره اینجا رو میارم ترمینال رو میارم برمیگردم دوباره میزنم گیت استاتوس. الان میاره که مودیفاید. آها اینجا نوشته مودیفاید، میگه یه اتفاقی افتاده ادش کن. من الان میام گیت اد دوباره میزنم یا حالا اسمشو این دفعه میزنم index.html and git commit dash git commit خالی بزنم که هیچ اتفاقی نمیفته. git commit dash m second مثلا commit بزنم میاره که یک فایل changed one insertion، یه نه insert شد اون index html و اون change شد دیگه. من git status اگر بزنم on branch master nothing to commit. اوکی الان کامیت شد توی گیت به همین سادگی، راحتی، خوشمزگی.